مسئله پنجم، حالت‌هایی که بر مسافر واجب است که نماز را تمام پورا خواند. خوب گوش دهید. حالت‌هایی که بر مسافر واجب است که نماز را تمام پورا بخواند. بعضی از حالت‌های هستند که آنها بر مسافر اجازت قصر خواندن را نمی‌دهد و باید نماز را پورا بخواند. از جمله اگر مسافر با مقیم امام شود یا که مسافر از پشت مقیم نماز بگذارد، نماز را کامل میکند. در این دو حالت پس بر او واجب است که نماز را پورا بخواند، چون که پیامبر فرمود انما جعل الامام لیؤتم به، امام برای آن گذاشته شده است که با او نماز کامل کرده شود، که پیروی از امام در اینجا واجب میگردد. و از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وقتی که از او پرسیدند که چرا پس مقیم نماز را پورا میخوانند، گفت تلک سنت ابی القاسم، گفتن این سنت ابی القاسم است، پیامبر صلی الله علیه و آله است. این است اساس. اگر که امام شدی مسافر باشی، امام شدی بر مقیمان کامل میخوانی. اگر که مسافر باشی از پشت مقیم خواندی کامل میخوانی. روایت احمد و البانی این حدیث را در اروا صحیح دانستند. دوم، اگر کسی که اقتدا کند از پشت کسی و شبهه دارد که وی مسافر است یا مقیم، مثلا از پس امام نماز میگذارد که نداند که وی مسافر است یا که مقیم است، مثل امامی که در فرودگاه و غیره، در فرودگاه ها یا که در ایستگاه ها قرار میگیرد، اگر شبهه کرد در این حالت نماز را پورا میخواند. اما غالبا در فرودگاه ها، در ایستگاه ها، در آنجاها جاهای نمازگذاری هست که مرد نماز میگذارند، آنجا همه مسافران نماز میگذارند، نماز قصر خوانده میشود، چون برای قصر خواندن نیت قطعی حتمی لازم است. در صورت شبهه پیدا شدن باید نماز پورا خوانده شود. این دوم. یا که سوم، انسان در سفر در یادش آمد، در سفر قرار گرفتی و در یادت آمد نماز رو در خانه به طهارت خوانده بودی، به طهارت نماز در خانه خوانده بودی، بس به سفر برآمدی. در این حالت تو در سفر هستی، پس نماز رو در این حالت تو پورا میخونی، چون این نماز مقیم بود، تو در خانه بودی، وضو گرفتی نماز رو پورا میخونی. چون پیامبر گفت که من نام عن صلاه او نسیها فلیصلیها ذکرها، هر کسی که در نماز در خواب ماند یا که فراموش کرد، هنگامی که در یادش رسید نماز رو ادا نماید. روایت بخاری تحت رقم 597 و مسلم تحت رقم 648. یعنی مثل آن چیزی که بر تو فرض شده بود 4 رکعت، باید همون 4 رکعت رو بگذاری هنگامی که در سفر هم باشی، زیرا که در اصل تو مقیم بودی، بر تو 4 رکعت نماز فرض بود. پس حاضر در سفر برآمدی، آن نمازی که در مقیم بودی آن رو باید تو بگذاری. پس گفتیم همچنین اگر که مسافر از پشت مقیم نماز رو گذاشت، نماز رو در این حالت هم پورا میخواند، باید نماز رو پورا خواند. ولی اگر نمازش باطل شود، از پشت مقیم تو نماز خواندی، طهارتت شکست، در این صورت وقت نماز رو تکرار میخوانی باز هم باید پورا خوانده شود، زیرا آن تکرار آن نماز است که تو از برای واجبیت آن تو نیت کرده بودی، پورا نیت کرده بودی. اگر مسافر نیتی استقامت مطلق یا که اقامت را کند، مثلا اگر مسافر نیت کند که بدون معین کردن مدت یا کاری که به انجام میرسد در یک جا بماند، در آنجا نیتی مقیم شدن را میماند، یا نیت کرد که همون شهر را برای خود وطن قرار میدهد، پس بر او واجب میگردد در این حالت که نماز را پورا بخواند، زیرا دیگر حکم سفر از او ساقط میگردد. اما اگر استقامت را با مدت معین یا کار محدود کند تا آن کارش به انجام بیابد، هنوز مسافر حسابیده میشود و نماز را ادا میکند، قصر ادا میکند.